سلام بچه، چطورین؟ وقتتون بخیر، خسته نباشین. با همایش نجات فصل 2 فیزیک دهم در خدمتتون هستیم. ما میخوایم اینجا همه رو بهتون یاد بدیم و ایشالله موفق بشین. خیلی خب، بریم ادامه. آقا توی مبحث فصل 2 چیا میخوام باهاتون کار کنم؟ فصل 2 بچه فصل خیلی باحالیه، حواست باشه، راحت میشه تست بیاری و بزنی. فصل فشار و بهت میگم کدوم قسمت خیلی مهمتره، مخصوصا که باید کتاب درسی اونم باید چی تحلیل کنیم. خب اینجا این فصل جوندارتریه، باحالتریه. چرا؟ حالا بهت میگم. چون 3 تا تست آقا 100% ما داریم. خب آقا تو مبحث فشار اولین چیزی که بلد باشم نیرو تقسیم بر سطح. یادت باشه این نیرو همیشه باید عمود باشه. این علامت یعنی عمود بودن. اوکی، یعنی این نیرو همیشه عموده. یعنی چی؟ یعنی اگه من یک سطحی داشته باشم، یک نیروی اینجوری وارد بشه به صورت کج، خب من باید دو تا اینجا زاویه به شما میده، من باید اون تجزیه کنم. یعنی آقا بر راستای افقی و عمود تجزیه میشه. حالا کدوم میشه کوسینوس، کدوم میشه سینوس؟ یعنی وقتی میخوای تجزیه کنیم بر حسب سینوس و کوسینوس تجزیه میشه. حالا نکته مهم یادت باشه اونی که همیشه کنار زاویه آلفاست میشه کوسینوس. یعنی کوسینوس و آلفا با همدیگه داداشن، همیشه کنار همدیگه، داداش درست این از این. و اونی که بیرون میشه سینوس. خب حالا کدوم عموده؟ اف سینوس. قبوله؟ پس آقا میگم چی وقتی میگم فشار برابر با نیرو تقسیم بر سطح؟ خب نیرو چیه؟ اف سینوس آلفا تقسیم بر آ. این از این. پس حواس به این باشه. اوکی. خیلی خوب. نکته بعدی بچه‌ها، آقا میخوام در مورد فشار جامد اول صحبت کنیم. فشار جامدات. تو فشار جامدات ما 2 تا فرمول مهم داریم. تو فشار جامد 2 تا فرمول مهم داریم. یکی آقا معمولا یه جعبه روی یک سطحیه بچه، روی یک سطحی جعبه است. خب قبول داری این جعبه یک وزنی داره؟ اوکی، یه وزن داره. این وزن قبول داره عمود بر این سطح هست؟ این سطحی که اینجا من هایلایت میکنم قبول؟ این از این. خب حالا اگه من خواهم حسابش کنم، مگه نگفتم فشار میشه نیرو تقسیم بر سطح؟ حالا به جای F چی بذار؟ mg بذار. mg تقسیم بر آ. قبوله؟ این از این. خیلی خوب شد mg روی آ. حالا بچه‌ها مگه ما نگفتیم، دقت کن چی میخوام بهت بگم، مگه رو نیست جرم تقسیم بر حجم؟ مگر حجم خودش مساحت ضرب در طول نیست؟ حجم دیگه. میخوام به کجا برسم؟ و جرم میشه چی؟ آ ضرب در ال. قبول بچه‌ها؟ یه طرف این وسط این بزن، چی میشه؟ جرم برابر است با رو آ ال. قبوله؟ این جایگذاری کن، یعنی به جای جرم جایگذاری کن. چه اتفاقی میفته؟ به جای جرم من رو آ ال میذارم تقسیم بر آ. یه جی هم داشتم دیگه. خب میخوام اثبات کنم، میخوام به چی برسم؟ آ که با هم خط بخوره پی من چی میشه؟ رو جی ال یا اچ. تموم شد رفت. این ال هم اچ دیگه. چرا؟ یا با ضرب در طول میکنیم یا ضرب در ارتفاع میکنیم. اینجوری برسم باید بهتره که باز قاطی نکنیم. اینجا این میشه اچ. اوکی. پس من 2 تا رابطه خوشگل دارم، یک ام جی روی آ، یکی هم رو جی اچ. برای جامدات دارم صحبت میکنم، هم به مایات نرسیدم. خب پس ما توی فشار جامدات 2 تا مسئله مهم داریم. خب یکی ام جی روی آ، یکی هم چی؟ رو جی اچ. حالا هر کدوم کی از کدومشون استفاده کنیم و هر کدوم به چه دردم میخوره. من میذارم آقا اینشونو رابطه مامان، این بچه، اینم بچهشه. چرا؟ چون از دل این در اومد بیرون دیگه. نه خیلی خوب. کی از مامانه برم کی از بچه برم؟ دقت کن اینجا واسم مهمه. معمولا تیپ سوالای کنکور
توی جامدات معمولا نسبتیه. مثلا به تو میگه آقا 100 چند برابر شده، جرم چند برابر شده، نمیدونم وزنش چند برابر شده. خب حالا بیا اینجا داشته باش، من میام چیکار میکنم. آقا کی از رابطه مامان برم، دقت کن، هر وقت به تو بگه آقا دو جنس دارن هم سطح، یا به تو بگه دو جنس دارن هم وزن، یا هم جرم، من از رابطه مامان میرم. کی از بچه برم؟ زمانی که میاد به تو میگه آقا هم جنس، یا به تو میگه هم ارتفاع، یا شکل منشوری، شکل‌های منشوری. از رابطه بچه میرم. خیلی خوب، الان یه تیپ سوال بهت میگم، شکل منشوری چی هن؟ شکل‌های منشوری بچه‌ها شکل‌هایی هن که این شکلی، این شکل منشوری از بالا تا پایین یه شکلن. حالا مخروط استثناست، اما مثلا استوانه، مثلا مکعب مستطیل یا مکعب مربع فرق نمیکنه، یا کره، اینا میشن از شکل‌های منشوری، شکلایی که خوشگلن، شکلی چیز خوشگلیه. مثلا نکن از بالا تا پایین یه شکلیه، نکن مثلا با مثلا از بالا تا پایین یه شکله، قبوله؟ این یعنی تغییر نمیکنه. حالا اینجا استثناء ایشون مخروط هم هست، حالا بهت میگم برای چی. یا مثلا نکن شکلی عجیب غریب، مثلا این شکلی، مثلا خب این در قندون لب خند، اوکی این از این. آقا ایشون خب این میشه شکل عجیب غریب. شکل عجیب غریب دیگه رابطه بچه نمیره، از رابطه مامان میری. اوکی حواست باشه. خب حالا مگه ما نگفتیم وی برابر است با آ ضرب در اچ یا آ ضرب در فرق نمیکنه؟ خب حالا حجم استوانه چی میشه؟ میگیم سطح زیر نمودار یا سطح زیر این جسم ضرب در ارتفاع. خب آقا مگه ایشون الان یه سطح زیر مگه دایره نیست؟ میگیم خیلی خوب پی آر 2 ضرب در اچ. اوکی تا اینجا این بله. آقا برای مکعب مستطیل چی؟ تمام ضلع‌ها رو تو هم ضرب کن، آ ضرب در بی ضرب در سی. برای این بنده خدا چی؟ میگیم 4/3 پی آر 3. سرنخ برای خود بذار، نکن دو تا سه داره اینجا و اینجا، 4/3 پی آر 3. اوکی این از این، حواست به این باشه. و حالا برای دقت کن، برای مخروط نکن، میخوام اینو بگم، فرض کن استوانه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنی و یه قسمت از 3 قسمت رو میکشی بیرون. دقت کن، یه قسمت از 3 قسمت 1/3 پی آر 2 ضرب در اچ. تو وقتی یه قسمت از 3 قسمت میکشی بیرون یعنی انگار حجم تو هم میشه 1/3 دیگه، نه؟ حجم ما هم 1/3 خواهد شد. اوکی این از این. خب نکته بعدی بچه‌ها، این هم راستی بهت بگم، ما تو دل مساحت چی داریم؟ اول بگم مساحت، ما تو دل مساحت میگیم وقتی وارش چیه؟ میگیم متر، حالا هر چیز متر به توان دو، نه؟ یعنی یه طول ضرب در عرض دیگه، مثلا برای مثلا یه مستطیل که واحدش میشه متر توان دو. اما برای حجم چی؟ برای حجم 3 تا عبارت هم ضرب کنیم، طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. خب که واحدش چی میشه؟ میشه متر به توان 3. پس یه نکته مهم، یعنی اگه سوال بیاد به تو بگه آقا مثلا ابعاد یک جسم 2 برابر کردم، خب بیاد اینجا به تو بگه، بیاد اینجا به آبی پررنگ، خیلی خوب، بیاد بگه آقا ابعاد یک جسم 2 برابر شده، 2 برابر شده است. وقتی ابعاد 2 برابر میشه بچه‌ها، مساحت میشه 2 به توان 2 برابر و حجم میشه 2 به توان 3 برابر. اوکی این مهمه. پس تو اگه ابعاد جسمی رو مثلا n برابر کنی، مساحت n به توان 2 میشه و حجم هم n به توان 3. پس نکن این دیگه سرعتی باید بری جلو. مثلا آقا به تو میگه آقا ابعاد 3 برابر کردم، خیلی خب مساحت میشه 9 برابر، حجم میشه 27 برابر. حواست به این باشه. خب این از این. پس بچه‌ها این روش
سرعتی بود برای فشار جامدات. خب ببین چه سوالایی ممکنه بیاد مثلا به تو بگه آقا نگاه اینجور تیپ سوال بیاد، دو استوانه نکن اینجا بنویسم برات، دو استوانه هموزن اگر مساحت یکی 2 برابر دیگری باشد، حجم فشاران چند برابر میشه؟ فشار آن چند برابر می شود؟ خیلی خوب. نکن این تیپ سوالا سوال کنکور بوده ها، اما من نیاوردم دیگه اینجا بعد نمیدونم می‌نویسم. نکن چی اومده گفته هموزن مامان یا بچه، رابط مامان دیگه ام جی روی آ. خیلی خوب آقا این از این فشار رو میخواد. من میگم پی 2 به پی 1 دیگه، نه مگه پی نیست ام جی روی آ؟ خب مگه نگفته مساحت یکی 2 برابر یک دیگه است؟ مساحت یکی 2 برابر یک دیگه است. خب مساحت نگفته ابعاد، حواس باشه. پس مساحت 2 برابر یکی دیگه هستش. پس پی 2 به پی 1 چی میگن؟ نکن اینجوری رابطه معمولی میخوام بنویسم، میگه ام جی 2 به ام جی 1 ضرب در آ 1 به آ 2. قبوله؟ خب مگه نگفته هموزن؟ نکن این راه معمولیشه دیگه. حالا سرعتش چیه؟ تو دیگه وزن نباید بذاری، یعنی ام جی رو خط بزنی، یعنی تو ذهن رو خط بخوره. حالا آ 1 به آ 2 مگه نگفته مساحت 2 برابر؟ بس آقا این میشه 2 تا آ 1 1/2 میشه. این از این، یعنی تو همونجا چشمی باید بگی آ 1/2 برابر خواهد شد. حواست باشه. این از این. یا بیاد به تو بگه چی؟ دو استوانه همجنس. نکن همون همجنسی که همجا می‌نویسه، یعنی چی؟ یعنی از رابطه بچه برم. حالا اگر ابعاد یکی 2 برابر دیگری باشد، خب آقا فشار آن چند برابر میشه؟ فشار آن چند برابر میشود؟ خیلی خوب. من نگفته همجنس مامان یا بچه؟ بچه، چون به جنس ربط داشت دیگه. من نمیگم رو جی اچ، پس رو جی اچ باید برم. خب نکن خیلی کمکت میکنه همونجا بدون چه فرم بری. میگه خیلی خوب فشار برابر با رو جی اچ. اوکی. خب نکته بچا، نکته مهم، گفته همجنس خط میخوره، جی ثابت خط میخوره. مگه ابعاد 2 برابر نشده؟ بس این میشه چی؟ 2 برابر. پس فشار هم باید 2 برابر بشه. همین. یعنی دیگه من سرعتی دارم دیگه. ما خب رو تشریح بود که آقا نسبت مثلا پی 2 به پی 1 مثلا فلان ولش کن. رو سرعتی فقط. اوکی این از این. خب میرسیم بچا قسمت بعد، فشار چی؟ مایعات. تو فشار مایعات چیزی که مهمه، به سوالاش هم میرسیم بچا. فرض کن اینجا سطح هوا، اینجا هوا چطوره؟ اینجا مثلا یک مایع باشه. خب حالا اینجا این نقطه آ دارم، این نقطه بی دارم. اوکی. فشار تو نقطه آ برابر است با رو جی اچ به اضافه پی صفر. نکن دیگه نمیام اثبات کنم که رو جی چیه فلان، دیگه میام انتظار دارم که تو بلد باشی دیگه بریم تون تون سوال حل کنیم. خب حالا تو نقطه بی چی؟ میگیم رو جی اچ به اضافه پی صفر. حالا بچه اچ چیه؟ اینجا میشه اچ آ، از اینجا تا اینجا میشه اچ بی و این میشه اختلاف ارتفاعشون. اوکی این از این. بالا سرم چیه؟ فشار هواست. اینجا میشه چی؟ پی صفر. حواست به این باشه. خب پی صفر چه مقادیری بچه ممکن داشته باشه و بگیره و تو نهایی میگم تو کنکور بیاد؟ واد یا یک اتمسفر یا یک بار. این بار با اون بار فرق میکنه بچه. این بار توی هواشناسیه. یا 10⁻⁵ پاسکال یا 76 سانتی متر جیوه. اوکی. یعنی این واحدها مانند همدیگه هستند. حواست باشه. اینا مثل همن. یعنی یه اتمسفر معادل یک باره. یک بار معادل 10⁵ پاسکاله. 10⁵ پاسکال معادل 76 سانتی متر جیوه است. اوکی اینو باید حفظ کنیم تو برای کنکور. خب حالا نکته بچه،
اگه فقط من رو جی حساب کنم، یعنی رو جی اچ، من بیام فقط رو جی اچ رو حساب کنم، یعنی پی صفر رو در نظر نگیرم، فقط اگه رو جی اچ رو خواستم، این میشه بچه چی؟ فشار پیمانه ای. اوکی، این از این. حالا این که فشار هواست دیگه، پی صفر فشار هوا، فشار هوا. حالا اگه من پیمانه رو با هوا جمع کنم میشه فشار کل، یعنی این میشه فشار کل. پس نکته، یعنی اگه سوال بیاد به تو بگه آقا فشار کل رو به دست بیار، یا بگه به تو بگه فشار نکن، پس نکته اینجا باید بنویسم که بدونی فشار یا فشار کل. اگه این دوتا از شما خواست، فشار کل، من میگم چیکار میکنم؟ یعنی فشار هوا در محاسبات دیده شود. بیا تو بازی من. اما نه، به تو بگه فشار پیمانه ای، یا به تو بگه فشار ناشی از مایع. خب میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ فشار پیمانه یا فشار ناشی از مایع، دیگه فشار هوا ندارم، یعنی فشار هوا رو تو صفر در نظر بگیر، پی صفر بذار، تموم. اوکی، این میشه قضیهش. چه خوشگل در اومد. خب پس این تا اینجا. حالا اگر به تو گفت آقا اختلاف فشار آ و بی رو بهم بگو چقدره؟ اختلاف فشار آ و بی، خب قبول دو تو یک مایع است، روجی رو می‌نویسی، فقط اینجا چیکار می‌کنی؟ میگی اچ بی منهای اچ آ، اچ آ از هم دیگه کم می‌کنی، همین. می ارتباط از هم دیگه کم می‌کنی، چیز عجیب غریبی نیست دیگه. اوکی، این از این. یعنی آقا این دلتا اچ حساب میشه واسه من. مثل چی بچه‌ها؟ چه سوالی مثلا تو کنکور اومده بوده؟ یک یادمه کنکور جایی بودا، البته مثال کتابتون هستش، این یک جعبه یا یک مکعب مانندی گذاشته بود، نقطه آ نقطه بی، مثلا به تو گفت آقا اختلاف فشار آ و بی چقدره؟ خب میگم خیلی خوب، قبول داره از این تا اینجا میشه اچ آ، از این تا اینجا میشه اچ بی، و این میشه اختلاف ارتباطش، اچ بی منهای اچ آ. قبوله؟ که همون دلتا اچ من میشه. خب حالا کافی جایگذاری کنم دیگه، نه؟ یعنی اختلاف فشار آبی برابر است با رو جی دلتا اچ آبی. اوکی، این از این. پس رو جی اچ این میشه. حالا نکته، مگه ما نگفتیم بچه‌ها، اینجا داشته باش، مگه من نگفتم بهت فشار نیرو تقسیم بر سطح؟ خیلی خوب. حالا یعنی اگه من اینو تغییرات فشار بذارم میشه تغییرات نیرو. خب یعنی اگه دلتا اف از ما بخواد، من میگم چی؟ دلتا پی ضرب در آ، تموم شد رفت. اوکی، دلتا پی ضرب در آ. خب دلتا پی چقدره؟ چه اختلاف فشار من. آ چقدره؟ میشه اون مساحت سطحی که شما داره وارد میشه. حالا این مثلا یک جعبه‌ای که یه سطحی هم داره دیگه، نه؟ اوکی، یعنی همین من ضرب در تغییر مساحت این مکعب بکنم، تغییر نیروی من هم حاصل خواهد شد. اوکی، این از این. خب آقا پس نکاتش رو بهت گفتم، چقدر نکته خفن به یاد دادم. خب این تا اینجا. نکته بعدی که باید بلد باشی و احتمال زیاد میاد، این خیلی مهمه، احتمال خیلی خیلی زیاد میاد. خب خیلی زیاد چی میاد بچه‌ها؟ این مهمه، مثلا لوله های یو شکل. خب اینجا داشته باش. آقا لوله های یو شکل چی هستن؟ لوله ها چی هستن؟ لوله. خب آقا لوله ها، چیزی که باید بلد باشی، همین گوشه اول بنویسم. آقا تو اصلا لوله رو دیدی؟ خب این تو کنکور لوله دیدی؟ برو دنبال نقاط همفشار. نقاط همفشار چی هستن؟ اینو داشته باش. خب فرض کن دو تا مایع به شما داده، یک مایع
قرمز رنگ، یک مایع مثلا گهوه‌ای داریم نداریم، یه مایع مثلا نارنجی هم خوبه. خب این نارنجی. خب آقا 2 تا مایع رنگاشون شبیه همه، اشکال نداره. خب من کاری که میکنم، بذارید بچه‌ها چون دیده نمیشه، با سبز، سفید، آبی، درست شد. این از این. حالا نگاه کن بچه‌ها، بیا اینجا داشته باش. من میام چیکار میکنم با خودم؟ دنبال نقطه همفشار میگردم. خب تعیین نقاط همفشار چی هستش؟ تو لوله که دیدی 2 تا انگشت برمی‌داری، 2 تا انگشت، اوکی، میای چیکار میکنی؟ اینجا میذاری، روش 2 انگشتی میری جلو، اوکی، میای تا به نقطه همفشار برسی. آقا نقطه مرزی، این چون نقطه مرزی منه، قبوله؟ اوکی، یه بار دیگه 2 تا انگشت اینجا، میای بالا تا به نقطه چی برسی، اوکی. حالا این میشه نقطه آ، این میشه نقطه بی. آقا میشه نقاط همفشار. تا نقاط همفشار خیلی راحتا، یعنی آقا سوتی ندی، نگو بگم به بسم الله برو نقطه همفشار به دست بیار. خب آقا نقطه همفشار چرا بهش میگن همفشار؟ چون با هم برابرن دیگه، اوکی. پی آ و بی با هم برابرن. اثبات نمیخوام بدونی چیه، لازمش ندارم. اگه سال 10 بودی تشریح بود بله لازم داشتی، اما کنکوری ازی لازم نداری. میگه آقا من فقط به جواب آخر میخوام برسم. یه ارتفاع داره، یه چگالی داره. سبزه چی؟ سبزه هم یه ارتفاع داره، یه چگالی داره، اوکی. حالا اگه من بیام چیکار کنم؟ رو ضرب داره، دقت کن، رو ضرب ارتفاع کنم، با اون ور باید با هم برابر باشه. نگاه این ور با این ور، نه که بالا سرشون باید با هم دیگه برابر باشه، قبوله؟ پس روی سبز ضرب ارتفاع سبز، تموم شد رفت، با هم برابرن. به همین راحتی و هم مسخرگی. حالا نه وقتی با هم برابر هستن بچه‌ها، قبول دارید 2 تا کف ترازو هن؟ 2 تا کف ترازو، 2 تا کف ترازو. خب بچه نکته مهم، اونی که چگالیش بیشتره بهش میگن چگالتر یا وزنش بیشتره، و اونی که وزنش پایینتر بیاد نسبت به اون. آقا پس کدوم ازم پایینتره؟ خب معلومه دیگه، عمه منم میفهمه که آقا سبز پایینتره دیگه، نه؟ چون سبز پایینتره و سنگینتره، اوکی. این از این. خب حالا این قرمزه پس سبکتر میره بالا، میره روش، قبوله؟ اومده روش، این رفته پایین، اوکی. حالا بچه‌ها بس میدونیم که نکته مهم، تو الان میگی خیلی خوب پس سبزه سنگین تره، خیلی خوب، من میگم آقا سبزه میدونم چی؟ سنگین، روش بیشتره. اگه قرار تعادل برقرار بشه آقا این هم باید بیشتر باشد ارتفاعش که تعادل برقرار بشه. خب یه بار دیگه، مگه نگفتم روی سبز بیشتر از روی قرمزه؟ پس در نتیجه ارتفاع قرمز باید بیشتر ارتفاع سبز باشه که تعادل برقرار بشه. این همیشه بچه قلق نقاط همفشار و لوله ها. نکن این لوله 2 سرش باز بود. خب حالا اگه یه سرش بسته بود چی؟ نکته تو کنکور اردیبهشت ما 2 سر باز داشتی، خب و امسال احتمالاً یه سرش باز باشه. حالا اگه یه سرش باز باشه چیکار کنم؟ بچه اگه یه سرش باز بود از این راه برو، نکن یه سرش بنده دیگه، نه؟ فرض کن یه سر بسته است، اینجوری بسته، بعد اومده اینجا اومده یه دونه بد داده. خب اینجا مثلا هوا گذاشته، اینجا یه مایع سبز رنگه. خب معمولا این تا همین حد عدد میخواد، این نقطه آ اینجا گذاشته، مثلا این نقطه آ، بعد یه مایع آبی رنگ هم اینجاست، تا اینجا مثلا رفته بالا، اوکی. خیلی خوب، به شما چی میخواد؟ میگه خیلی خوب بیا آقا فشار تو نقطه آ رو به دست بیار، یا اینجا مثلا یه گاز خاصی میگه فشار تو نقطه مثلا گاز رو به دست بیار. میام چیکار میکنم؟ نکن قلقش اینجوریه، از یک سمت شروع کن تا برسی به سمت دیگه. میگم خیلی خوب، نه گام اول تعیین نقاط همفشار، تمام شد رفت. آقا نقاط همفشار چی بود؟ 2 انگشتی بود دیگه، نه؟ یه انگشت بذار اینجا، برو بالا، کجا میرسم؟ اینجا، نقطه همفشار، تموم. نه نقطه همفشار نقطه‌ای که یه سمتش بچا مرز 2 مایع است، یه سمتش چی؟ خود 2 مایع است دیگه، نه؟ اینجا مرزه، نکن مرز 2 مایع، اوکی. این از این. خیلی خوب، اینجا آ میگیرم، اینجا بی میگیرم، خیلی خوب.
از یه سم شروع میکنم به سم دیگه میرسم. مشهدی هست اینجوری حرف میزنم، اما تهرانی از سم شروع میکنم به سم دیگه میرسم و اونجا میرم بالا. اوکی تهرانی رو حرف میزنم. خب البته تو کشیدم میکنم مثلا ببین مثلا اینجوری. خب این از این. خب حالا ولش کن. گفتی از یه سم شروع میکنم، اول نقطه انفجار به دست میارم. حالا نکته بعدی، از سمتی که سرش بازه شروع کن. خب کدوم سرش بازه؟ اینجا دیگه، اینجا سرش بازه، پس بالا سرش باید هوا باشه دیگه، نه؟ فشار هوا داشته باشه. حالا نکته مهم، آقا اگر اینجا مهمه اومدی پایین مثبت رو جی اچ و اگر رفتی بالا منفی رو جی اچ. همین. یعنی چی؟ یا داشته باش. خیلی خوب. آقا از سمتی که نقاط انفجار به دست آوردم، از اینجا که اینجا میشه استارت میخوره، اینجا استارت منه، میخوام شروع کنم به حرکت. خب حالا تو آبیا میام پایین تا برسم نقطه انفجار. خب پی صفر، چون تو آبی دارم میام پایین میشه مثبت رو جی اچ. خب میرسم نقطه چی؟ همفشار. آقا نقاط همفشار بچه آسانسورن، تو رو از این ور میندازن این ور. اوکی. حالا از اینجا باید برم بالا تا برسم به آ، چون میرم بالا میشه منفی رو جی اچ تا برسم به آ، یعنی نقطه که اینجاست. خب نقطه آ کجاست؟ مناسب با پی آ. نکته این هوا به چه درد ما نخودیه؟ به درد نمیخوره. این هوا نخودی است. پس بچه‌ها یک بار دیگه از پی صفر شروع کردم، اومدم پایین، پریدم این و رفتم بالا. همین. تو قلق و بلد باشی سوال رو هوا حل میکنی. اوکی. پس مثبت اومدی پایین، منفی اومدی بالا. اوکی. این بالا پایین مهمه. حالا این بس بچه‌ها چی؟ یک سرش اگه بسته بود از استفاده میکنم. بعد نکته بعدی بیاد مثلا به تو بگه آقا من یک لوله متفرقه دارم این شکلی، من به دلم اومده بچه اینم میاد احتمالاً شبیهش یا بسته میاد یا مثلا اینجوری میاد. آقا اینجا لوله ها فرق میکنه. خب قطرها متفاوته. یک ماهی ریخته، یک ماهی مثلا آبی رنگ ریخته شده. اوکی. مثلا با مثال اینجا سطح مقطعش آ هستش، اینجا سطح مقطع مثلا 2 تا آ هستش. قبوله؟ خیلی خوب. حالا میام به تو چی میگه؟ میگه من میام چیکار میکنم؟ اینجا یک مایع سبز رنگ میریزم. یه مایع سبز رنگ میریزم. در اثر مایع سبز رنگ من چقدر تغییر میکنه ارتفاع؟ خیلی خوب. دقت کن. این یعنی قبول داره که در اصل مایع سبز رنگ اینجا باید بره پایینتر، اینجا بیاد بالاتر دیگه، نه چون جای دیگه نداره مایع بره. من یه بیفور افتر دارم. خب این بیفور منه، میمونه افتر. این میشه افتر ما، یعنی بعد تغییراتم. این همینجا بکشن بچه‌ها اینجا. خب این نگاه کن، اینو تو سوال میبینی، اینو باید رسم کنی. اولین کاری که میکنی چیه؟ سطح اول به خود رسم کن. این سطح اولی است. سطح اولیه. اوکی. این تا اینجا. خب قبول داری در اثر این مایع سبز رنگ اینجا یکم میای پایینتر و اینجا کم میری بالاتر. حالا مایع آبی رو میاد بالاتر. قبوله؟ تا اوکی بچه‌ها؟ حالا می همین نقطه همفشار به دست میاری. این نقطه همفشارشه. در حال تغییر دوم دیگه، نه؟ خب نکته قبول داری اینجا مثلا آ تا اومده پایین، پس اینجا بی تا باید بره بالا دیگه، نه؟ از نسبت سطح اولیه دارم ها، حواس باشه نسبت سطح اولیه اونجا آ تا اومد پایین، اینجا بی تا رفت بالا. حالا مهم اینم که اچ هم دیگه. اوکی. قبول داری این آ
اندازه این آ هستش، یعنی اینجا هم آ است بچه. اوکی. خب نقاط همفشار میخوام به دست بیارم، نقاط همفشار بخوام به دست بیارم، مگه پی آ و پی بی با هم برابر نیستن؟ این بله، پی آ مساوی با پی بی. بالا سر آ چیه؟ یه رو سبز ضرب در ارتفاعش. بالا سر بی چیه؟ آقا یه رو آبی ضرب داره آب اضافی، یعنی ارتفاع این دوتا. قبوله؟ آقا نسبت به دست میاد. خب یعنی من راه رو دارم، فقط گفته جایگذاری کنم. اما این آ و بی واسم مهمه. الان به سوال میرسیم حل میکنیم بچه. خب این آ و بی مهمه. الان میریم سوالش حل میکنم. قشنگ ببین چه اتفاق میفته. حالا برای آ و بی میام چیکار میکنم؟ دقت کن. مقدار حجمی که بچه اینجا مهمه، اینجا پایین رفته، با مقدار حجمی که اینجا میاد بالا با هم باید با هم برابر باشن. حالا چرا؟ این به خاطر اینکه آقا جای دیگه نیست مایه بره، یعنی اون حجم باید با هم برابر باشن. خب حالا من میگم آقا V1 و V2 یعنی سمت راست و چپ اینجا بزنم. V تغییرات اینجا بزنم، تغییرات سمت چپ با V تغییرات سمت راست باید با هم برابر باشن. خب حالا مگه تو دل V نمیگیم آ ضرب در H؟ میگیم بله. خب سطح مقطع این قسمت مگه آ نبود؟ خب یه آ بود دیگه، نه؟ ضرب در آ مساوی با سطح مقطع این چی؟ این 3 آ بود دیگه یا 2 آ بود؟ 2 آ بود بچه. خب این 2 آ بود. 2 آ ضرب در بی. من نسبت آ و بی به دست میاد دیگه، نه؟ از اینجا نکن آ با هم خط میخوره و آ برابر است با 2 تا بی. از اینجا نکن بچه، آ شو 2 تا بی، آ بذار بی هم که توی معادله من بذارم، آ به دست میاد، آ به دست بیاد، بی هم به دست میاد. اوکی خیلی این دیگه نکن سخت در این حالت ممکن بود که سوال بخواد بهت بده. بیا اینجا داشته باش، اینجا داشته باش یه سوال خفن میخوام بهت بگم. اینجا نکن بیا همین سوال این سوال اینجا همه سواله نکن. به. خب گفت در یک لوله شکل کنکور چند بوده؟ کنکور 4 از 3 هم بوده بچه. مال فکر کنم ریاضیاش بوده. بس ترجمه ممکنه بیاد. در یک لوله یو شکل. خب اینو قشنگ بزرگش کنم. اومدیم بالا چرا؟ بدیم پایین دوباره بریم. خب تمام سوالا که ممکنه بیاد اینجا رو نوشتم دیگه. قشنگ بزرگ کنم براتون چون بزرگ دوست دارم. قشنگ دیده بشه براتون. خیلی خوب. حالا آقا چی من گفته؟ گفت در یک لوله یو شکل. خب سطح مقطع به داده. گفته آنها خوش به حال دیگه، سطح و مقطع این ور با هم برابره. خوش 2 سانتی متر مکعب مربع. در یکی از شاخه‌های آن روی جیوه هم داریم. نکن بذار قشنگ باید بنویسم بکشمش بچه‌ها. ایشون یک لوله یو شکل پر از جیوه همش جیوه است. به. خب حالا آقا روی یکی از اینا ما الکل ریختیم، روی یکی از سطح مثلا این الکل 90% گیرایش بالاست. خب این هم که چی؟ جیوه برای پاک کردن دست و اینا منظورم. خب حالا بچا الکل ریختیم، بعد تا جیوه در شاخه مقابل نسبت به حالت اول نیم سانتی بالا بره. نکن این نکته من 2 تا سم یکی نیست. میگم خیلی خوب من اینجا روی این جیوه میریزم، قبول اینجا میاد پایین جا بره بالا دیگه، نه جای دیگه نداره بره دیگه، نه یه بار دیگه اینجا جیوه ریختم، اینجا میاد پایین در اثر وزن جیوه، وزن الکل. یه بار دیگه جیوه دارم، الکل ریختم، در اثر وزن الکل اینجا میره پایین، اینجا میاد بالا جیوه. قبوله؟ اینجا الکل باعث میشه جیوه سطحش بیاد پایین و اینجا بزنه بالا. اوکی خیلی خوب. حالا بچه بس اینجا یه بیفور منه. حالا میخوام افتر رو رسم کنم. افتر خیلی مهمه بچه واسه من. چرا؟ چون اگر نتونم درست رسمش کنم تموم، ما رفتیم، بای ما رفتیم. اوکی خیلی خوب بچه میام چیکار میکنم؟ سطح اولیه این سطح اولیه است.
این سطح اولی است. نکن گام بندی اول سطح اولی رو رسم می‌کنیم، گام اول. اوکی. حالا در اثر این سطح، خب نکن سطح اولی، در اثر الکل من اینجا این مقدار میاد پایین دیگه، جیب این مقدار میاد پایین، این ارتفاع ندارم. خب اما نکته مهم، چون دو سمت سطح مقطعاش با هم برابره، خب چون دو سمت سطح مقطعاش با هم برابره، پس اگر اینجا 5 تا بیاد پایین، 5 تا میره بالا. تو سوال قبلی سطح مقطع با هم برابر نبود، برای همین این نسبت حجمی داشتم. یعنی مثلا میگم اگه اینجا 2 تا میرفت پایین، یکی مثلا میومد بالا. چون سطح مقطع با هم برابر نبود، برای همین باید حجم رو حساب می‌کردیم، تغییر حجمشو. اما اینجا چون سطح مقطع با هم برابره، خیلی کارم راحت میکنه. پس اگه اینجا 2 تا بیاد پایین، دو تا باید بره بالا. خب حالا آقا این بنفشه است. خب اینجا یه مقدار میاد بالا. خب بچه نکته بهت گفتم چی؟ گفتم که آقا اینجا مثلا x تا میاد پایین، اینجا x تا میره بالا. قبوله؟ این تا اینجا. خب من با چیکار کنم؟ نقاط همفشار به دست بیارم. گام دوم. پس آقا البته گام سوم میشه دیگه. گام دوم رسم شکله. خب حالا این گام سیومه. گام سوم نقاط همفشاره. قبوله؟ نقاط همفشار. خیلی خوب. نقاط همفشار اینجا آ هست، اینجا بیه دیگه. قبوله اینجا x، بس اینجا باید x باشه. با هم برابرن دیگه. اینجا هم x. قبول بچه‌ها؟ میگم خیلی خوب. حالا من این h رو ندارم دیگه. h الکله. h الکل ضرب داره روی الکل مساوی با. خب اونور چی؟ 2 تا x دارم ضرب در روی جیوه. قبوله؟ بالا نکن بالا سر بی چیه؟ خب حالا ببین چیا مثلا به من داده. نکن مثلا این کلشو حالا بهت یاد دادم دیگه، روش حلمو. حالا ببین چیا بهم داده. خب یه بار دیگه چی من گفته؟ در یک لوی شکل قائم به سطح مقطع 2 سانتی متر مربع در یک از شاخه‌ها روی جیوه الکل مقداری الکل ریختیم تا جیوه در شاخه مقابل نسبت به محل اولیه‌اش. نکن نکته مهم، متن جزوه یعنی متن سوال خیلی مهمه. سوال خیلی مهمه. چرا؟ چون اینجا میخوام بگم 70% حل سوال تو خود همون متن سواله. یعنی بتونی متن سوال بفهمی، میتونی سوال رو راحت حل کنی، چون فرمول که داری، میدونی روش حلم که بلدی. پس آقا بدون چی بهت گفته خیلی میتونه کمکت کنه. پس سوال قشنگ بخون. خب آقا چی گفت نسبت به محل اولیه نیم سانتی متر بالا میاد. نسبت به محل اول نیم سانت، یعنی همون ایکس شما رو به شما داده، این همون نیم سانته. پس اینجا هم نیم سانت باید بره پایین دیگه، نه؟ قبوله؟ پس بچه کلا ایکس رو بهم گفته نیم سانت. خب 2 تا نیم سانت میشه یک دیگه، 1 سانتی متر. اوکی. خب روی الکل چنده؟ 8 دهم به ما داده. من اینجا می‌نویسم 8 دهم h ضرب در 8 دهم مساوی با این 1 سانت ضرب در چی؟ روی جیوه. روی جیوه چقدر بچه‌ها؟ 13 و 6 دهم. البته تو باید دیگه یا بلد باشی. 13 و 6 دهم. قبوله؟ این از این. پنجه h به دست میاد. حالا روش حلم واسه مهمه. روش قلقای حل کردن میخوام بهت یاد بدم. خب اینجا بعد می‌نویسم. البته اینجا پایین اینجا میبرم. خب نکن ما توی کنکور زیاد با جیوه کار داریم، یعنی روی چگالی جیوه این 13 و 6 دهم گرم بر سانتی متر مکعب یا 13600 کیلوگرم بر متر مکعب. خیلی پس 136 واسه مهمه. اگه من 136 تقسیم بر 2 کنم میشه 68 تا. اگه 68 تقسیم بر 2 کنم میشه 34 تا. اگه 34 تقسیم بر 2 کنم میشه 17 تا. قبوله؟ این از این. حالا پس بچه‌ها من میتونم اینجوری بخوام در نظر بگیرم 136 تو دلش چند تا 17 تاست؟ 2 تا 4 2 4 تا 8 تا، نه؟
8 تا 17 تا یاد بمونه. 8 تا 17 تا میشه 136 تا. نکن برای خود تقسیم کن دیگه 136. حالا 68 تو دلش چند تا 17 تاست؟ 4 تا 17 تا. و 34 چی؟ 2 تا 17 تا. نکن همشون بر 17 بخش پذیر هستن. این مهم بود برام. خیلی خوب. حالا الان 136 مگه من نمیتونم اینجوری جایگذاری کنم؟ میگم آقا نکن دهما که خط میخوره، همه از ضرب در 10 کن. اچ من برابر است با چی؟ اچ ضرب در 8 مساوی با چی؟ 136. 136 مگه 17 تا 8 تا 17 تا مگه نیستش؟ میگم خیلی خوب. به جای 136 میشه 8 تا 17 تا. خیلی خوب. 8 تا 8 خط میخوره. اچ من چند میشه آجا؟ اچ من در میاد همون 17. تموم شد رفت. اوکی. حالا نه چه خوشگل در اومد دیگه. لازم 136 تقسیم 8 کنی یا دهن سرویس بشه سر کنکور. خب تو نهایی ماشین حساب داری بله، اما تو کنکور ماشین حساب نداری. باید یاد بگیری روش حلا رو. 100 بار بهت گفتم. بعد از من چی میخواد اینجا؟ گفته حجم الکل چند سانتی متر مکعبه. خیلی خوب. حجم مگه نیست مساحت ضرب در ارتفاع؟ خیلی خوب. ارتفاع الکل در اومد 17 تا. سطح مقطع چیه؟ 2 تا 17 تا 2 تا 7 تا 14 تا. کدوم 4 داره آخرش؟ ایشون 34. تموم شد رفت. این هم روش حل سریمون. اوکی. نکن روش عجیبه به یاد ندادم. این از این. خیلی خوب. داشته باش اینجا رو. بریم. اما یه عالم سوال آوردم برات. خب بریم قسمت بعدی. بریم بذار بچه‌ها حل کنیم. سوال حل کنیم بهتره، چون جا نداریم. به یه قسمتی کوچولو میمونه که اونا تو خود سوال به درس میدم. خب سوال 6 چی اومده گفته؟ درون لوله یو شکل 2 تا مایع قرار داره. اختلاف فشار دو نقطه آ و بی چقدره؟ اختلاف فشار میخوام. آقا نقطه همفشار به دست بیار. اول 2 انگشت برو بالا. نقطه همفشار کجاست؟ اینجا. اوکی. خیلی نقاط همفشار به دست آوردیم. این نقطه مثلا 1 با 2 با آبی قاطی نشه. من میدونم که آقا P1 و P2 با هم دیگه برابرن. میگم خیلی خوب. بچه‌ها اگه من بخوام از 1 به نقطه B برسم چقدر باید برم بالا؟ تو مایع چیه؟ رودام هستش نه؟ اختلاف فشار من از 1 به B میخوام برسم. یادم میشه دلتا P دیگه نه؟ که میشه رو G دلتا H. خب نکته دلتا H این دو سم با هم برابرن. میمونه چی؟ اختلافشون روی چگالیاشونه. خب سه تا رو 1 داره. این رو 2 باید باشه، پس میشه 3 تا. به جای رو 2 3 تا رو 1 گذاشتم. 3 تا رو 1 G دلتا H. این از این. حالا اگه بخوام از نقطه 2 از 2 به آ برسم، این از 1 بود حواس باشه. از 2 بخوام به آ برسم، خب این هم تغییر فشار. تو چه مایعی؟ تو مایع رو 1 دیگه نه؟ پس میشه رو 1 G دلتا H. بچه‌ها مگه ما اختلاف فشار نقطه آ و بی رو نمیخواد؟ خیلی خوب. اینا از هم کم کن. الان اینا دو تا از هم کم کنی، دقت کن. این 3 تاست، از این یه دونه کم کن. بقیش که شبیه همه دیگه نه؟ اینا شبیه همه کن. یه 3 تا از اینا دارم با یه دونه از اینا. خب از هم کم کنم نمیشه 2 تا کلا. 2 تا چی میشه؟ 2 تا رو 1 همین. چقدر مسخره سوال حل شد. 403 بود. چیزا این چشمی هم همینجوری حل کنی. خب اصلا رد گزینه که این صفر اصلا نمیشه. خب اصلا صفر خط بزن. این از این. بریم سوال بعدی. آقا 3 تا مایع بهت داده. گفت فشار تو نقاط مختلف به چه صورته؟ خیلی خوب. من قیافه رو میبینم میگم ترسناکه. اما کجا نگاه میکنم؟ اینجا و اینجا. اینجا قبول داری بالا سر دو سرش بازه، بالا سر هر کدوم فشار حواس، بالا سر هر کدوم فشار حواس قبوله؟ پس آقا P0C یعنی PC با PD با هم برابره. کدوم گزینه PC و PD با هم برابره؟ اصلا دیگه حل کردن نداره دیگه نه؟ خب این از این. اما اگه بخوام بیشتر بریم جلو، نقاط همفشار اینجاست دیگه نه؟ خب نقاط همفشار که بزنم،
آقا اونی که پایین‌تره باید فشار بیشتر باشه. همین. حواس به این باشه. نکن نسبت به این نکن. به این وقت دقت کن، مقایسه کن. الان قبول داری نکن اینجوری. اگه مثلا اینجا مثلا نقطه مثلا 1 بگیرم، پی آ با پی 1 با هم برابره دیگه، درسته؟ نقطه همفشار دیگه. خب اما بالا سر آ چیه؟ یه رو 1 داری. اما بالا سر 1 چیه؟ 1 رو 2 ارتفاع داری و 1 چی؟ رو 3. اوکی، این از این. پس این تیپ سوال. حالا یه تیپ سوال دیگه بچه‌ها اگه اومد بهتون گفت چیکار کنیم؟ حالا اگه بچه سوال اینجوری اومد گفتش که مثلا فرض کن این نمونه سوال دیگه است این شکلی. خب بعد 2 تا مایه مختلف مثلا ما داده، یک مایه مثلا اینجا، یه مایه اینجوری و یک مایه سبز رنگ هم اینجاست. خب اینجوری از شما خواسته. خب یه مثاله باز نگه نه، مثال جدید بود نبود. اوکی، این از این. خب حالا آقا یه سری نقاط مشخص میکنه برات. یعنی به عنوان مثال مثلا میگه نقطه اینجا آ روبروش، این بی، این نقطه سی روبروش دی، بعد نقطه مثلا ای روبروش مثلا اف. اوکی، خیلی خوب. آقا قبول دارید نقطه سی و دی یه دونه مایه هستی و روبرو همدیگه هستن؟ بچه‌ها چون سی و دی روبرو همدیگه و یک مایه‌ان، پس پی سی و پی دی با هم برابرن، نقاط همفشار. آقا آ و بی هم روبرو همدیگه هستن و روی یک مایه‌ان، نقاط همفشارن، پس پی آ و پی بی هم با هم برابرن. اما پی ای و پی اف با هم برابر نیستن، مخالف پی اف. چرا؟ شاید رو هم باشه اما توی یک مایه نیستن. حالا تو کدوم بیشتره؟ یه قلق خیلی خوشگل سریع بهت بگم. ببین قد مایه تو کدوم بیشتره؟ قد مایه اینجا بیشتره، این. خب معلومه دیگه قد مایه این سبز بیشتره دیگه، نه؟ پس من میتونم بگم چی؟ پی ای بیشتر از پی اف. تموم شد. چرا؟ چون قد مایه بالا سرش بیشتره. اوکی، این از این. پس این هم قلق حل کردن که بهت یاد دادم. خب آقا سوال بعدی. این تیپ سوالا بچه‌ها معمولا توی محاسبات مشکل دارن و مشکل میخورن. بیا بهت بگم چی حلش کنیم. چی اومده گفته؟ آقا ببین چی اومده گفته بچه‌ها. گفته در شکل زیر فشار پیمانه‌ای. اسمش چی اومده گفته فشار پیمانه‌ای. حرفی از فشار کل، فشار یا خود فشار نزده. پس فشار هوا تو بازی نیست. یعنی من میتونم فشار هوا رو صفر در نظر بگیرم. یعنی با خودم میگم خیلی خوب فشار هوا اگر باشد میذارم صفر. اوکی، این از این. خب چون گفته چی؟ فشار پیمانه ای. خیلی خوب. چگاله مایع چند کیلوگرم بر متر مکعب. خب برای حساب کردن میام چیکار میکنم؟ اول از همه از که سرش بازو شروع کنم به حرکت. اینجا پی صفر شروع میکنم میذارم و به صفر میذارم برای خودم بعدش. خب میگم آقا پی صفر. خب بعد گفتم نقاط همفشار. خب گفتم آقا اومدی پایین مثبت، رفتی بالا منفی. خیلی خب آقا اینجا ما اومدم پایین، توی سبز اومدم پایین، پس مثبت رو جی اچ میپرم اینور، اینجا میرم بالا. خب اینجا که دارم میرم بالا میشه منفی رو جی اچ مساوی چی؟ پی گاز. خب آقا پی گاز خودش چقدره؟ گفته منفی 25 کیلو پاسکال، منفی 25,000 پاسکال. حواس باشه تبدیلات انجام بدی ها. نکن نکته توی کنکور حتما تبدیلات انجام بشه. یعنی اگه متر همه تبدیل متر بشن، مثلا سوالایی که جی داره. چرا؟ چون جی چیه؟ نه دقت کن جی واد چیه؟ متر بر ثانیه به توان 2 متر. حواست باشه. پس همه تبدیل به متر کن که بتونی آقا جی رو بتونی راحت بذاری. اوکی، این از این. پس سوالایی که جی دارن حتما کیلوگرم، نیوتن، متر، ثانیه باید این همه تبدیل واحدها درست باشه. اوکی، این از این. خیلی خوب. حالا من کافی جایگذاری کنم. گفتم پی صفر که صفر هیچ. اینو میذارم صفر.
به اضافه. خب آقا حالا روی ارزم خدمت که روی سبز یک مایه که ندارمش نمیدونم چیه، جی 10 اچ چقدر 50 سانتی، یعنی 50 تقسیم بر 100. خیلی خوب منهای. خب روی جیوه چقدر 13.6 آقا 13.6 گرم بر سانتی متر مکعب. گفتم آقا نکته، ما گفتیم دو تا چگال داریم، دو تا تیپ چگال داریم، یا گرم سانتی مکعب در حد دهم داره، مثلا اینجوری مثلا 13.6 دهم، مثلا 8.7 دهم مثلا. اما اگه من ضرب در هزارش کنم روی جیوه میشه 13600 کیلوگرم بر متر مکعب. این واسم مهمه. اوکی؟ پس اگر دیدی چگالی ها در حد 8 دهم 7 دهم 6 دهم یک خورده 13 خورده هستش، اینا بعضی گرم سانتی مکعب ضرب در 1000 باید بکنی، حتما تبدیل انجام بده. خیلی خوب، اگر من تبدیل انجام بدم میشه 13600 جی که 10 اچ هم چنده 25 سانتی متر، 25 تقسیم بر 100 مساوی چند؟ اون برم چقدر میشه؟ منفی 25000 پاسکال. اوکی، این از این. خیلی خوب، این روش حل. حالا دقت کن چجوری حلش میخوام بکنم، خیلی مهمه بچا روش حل. خب خیلی از معلمات تا اینجا می‌نویسن میگن خیلی خوب بقیش با خودت، بقیش با خودت نیست، تا 0 تا 100 داشته باش. من میام چیکار میکنم؟ این صفر رو با هم خط میزنم، این تا اینجا، این دو تا صفرم با این خط میزنم، اینم تا اینجا. قبوله تا اینجا؟ اوکی بچا؟ میگم خیلی خوب. الان 5 تا رو دارم. خب منهای 25 تا نکن، این 10 ضرب در 136 خب میشه 1360 تا، یعنی 25 تا 1360 تا. قبوله؟ این از این. اون ور چی؟ منفیه. نکن اینجوری می‌نویسم 25 تا 1000 تا. قبول؟ اینجوری میتونم بنویسمش. حالا این بره اون ور، 5 تا رو دارم. خب این که میشه مثبت، این بره اون ور میشه مثبت 25 تا 1360 منهای 25 تا 1000 تا. اوکی، این تا اینجا. نکن بدون استفاده از هیچ ماشین حسابی. قبول همش به 5 بخش پذیره؟ میگیم خیلی خوب، همه رو تقسیم 5 کن، میشه 5. جمع و تفریقه، پس تک تک این عبارت تقسیم بر 5 میشه. حواست باشه. اوکی، اگه تقسیم کنم نکن یه بار دیگه، همه رو تقسیم 5 کردم. خب همه رو تقسیم 5 میکنی، یک به یک اینا تقسیم 5 میشه. خب حالا 5 با هم خط میخوره، یعنی این با این خط میخوره، یه 5 تا میمونه، اینجا می 5 تا میمونه. قبوله؟ من اینا حذف میکنم که دیگه قشنگ شلوغ نشه بچه‌ها. اوکی، این از این. خب حالا قبول داری این 1360 تا 5 تاست، اینم 1000 تا 5 تا. خب اگه از هم دیگه کم بشه، یعنی نکن اینا کافی از هم کم، انگار چی اینجوری میخوام بگیرم 1360 تا x دارم منهای 1000 تا x. من x رو 5 گرفتم دیگه، نه از هم کم کنم. قبول داری میشه 360 تا 5 تا 360 ضرب در 5. تموم شد. خب روی من به دست اومد دیگه. الان من اینجا رو دارم دیگه، این رو بود دیگه، نه رو شد این مقدار. خب حالا 5 تا 36 تا، دقت کن گزینه ها با هم فرق میکنه، پس 0 واسه مهم نیست. 5 6 تا 30 تا، 3 5 تا 15 تا، با اون 3 تا 18 تا. کدوم گزینه 18 داره؟ تموم شد رفت. همین گزینه 3. اوکی، این هم روش حلمون. روش حل بچه‌ها قشنگ دقت ها کلیشه‌ای قشنگ رفتیم جلو. 402 بوده، 403 ممکنه امسال بیاد، حواست باشه. بریم بعد سوال بعدی. در دیگه زودپس، مساحت روزانه خروج بخار آب. مساحت روزانه به شما داده، یک روزانه شما دارین که آب اینجا میزنه بیرون. جرم وزنه روی روزانه چند گرم باشد تا فشار پیمانه‌ای حدود 10⁵ پاسکال باشه. آقا فشار پیمانه‌ای یعنی فشار هوا نباشد، حواست به این باشه. یعنی آقا نکته، شما فرض کنید یک روزانه است، یه سوراخه، خب فشار داره میزنه بیرون، چقدر؟
فشار پیمانه‌ای میشه بچه ها، فشار پیمانه یعنی اختلاف فشار گاز با فشار هوا. قبوله؟ اینه دیگه. خیلی این فشار پیمانه‌ای میشه. خب پی چقدره؟ گفته خودش گفته 10 به توان 5. 10 به توان مثبت 5. خب حالا بعد مساحت روزن خروج بخار آب، مساحت هم شما داده، این مساحت اینجا. بعد جرم، این جرم چقدر باشه؟ قبول این جرم وزن داره دیگه نه؟ ام جی. اوکی. خب که فشار پیمانی اینقدر نگه دارن. خب قبول داری بچه‌ها این همون فشار، یعنی پی برابر با ام جی تقسیم بر آ. خیلی خوب. الان فشار که 10 تا مثبت 5. ام چنده؟ ام رو نداریم. جی رو میدونم 10 تقسیم بر جی رو شما داده دیگه. مساحت روزن. مساحت روزنم که 5 میلیمتر مربع. مساحت روزنه 5 میلیمتر. 5 در 10 به توان منفی 6. حواست باشه. چرا 6؟ یه بار دیگه نکن. 5 میلیمتر اگه بخوام تبدیلش کنم، خب اگه بخواد این تبدیل به متر مربع بشه، میگه آقا هر 1000 میلیمتر معادل 1 متر دیگه نه؟ اینو ما میدونیم. قبول بچه‌ها؟ خیلی خوب. حالا تو معادله بذار. یعنی معادله میشه 5 در 10 به توان منفی به توان 2 میشه 6 تا دیگه. میشه متر مربع. اوکی این از این. خب حالا بچه‌ها یه نکته خیلی خوشگل بهت بگم. گزینه‌ها عددش با هم فرق میکنه. قبوله؟ زمانی گزینه عددش با هم فرق کنه اصلا صفر رو در نظر نگیر. خب یعنی من میخوام اینجوری نگاش کنم. میگم کلا یکه دیگه. ام اینم یکه، من کلا همه 10 ها رو یک گرفتم. حتی منفیش هم میگیرم. با 5 ضرب در 1. خب 5 برون بر ام میشه چی؟ 5. کدوم گزینه 5 دارد؟ تموم. همین. این سوال عجیب غریبی بهت یاد ندادم. این از این. خب حالا بریم ادامه. بچه‌ها قسمت بعدی که باید بلد باشیم این گفتین قصه جدید رو من جدا بهتون درس بدم. آها این بچه‌ها این قسمت پاک کنم. آره سوال قبل بود. خب نکته مهم بچه‌ها این تو حل این تیپ سوال اینه که بچه‌ها دقت کن. اگه اینجا این مسائل داشته باشیم، این آی آ، اینجا بگن آی بی. خب سیال یا همون مایع با یه سرعتی اینجا وارد میشه. قبوله؟ اینو وی آ بگیرم، اینو وی بی بگیرم. خب نکته که مهمه اون مساحت ضرب در سرعت، یعنی آی آ ضرب در وی آ با آی بی ضرب در وی بی باید با هم برابر باشه. نکن دوباره چیه؟ دو تا کف ترازوه. خب قبول داری آی آ بزرگتر از آی بیه؟ اینجا وقتی آی آ بزرگتره پس اینجا وی بی باید بزرگتر باشه که تعادل برقرار بشه. پس نکته بچه مهم اینجاست. یعنی اگه شما هر چقدر این سطح مقطع بیشتر باشه سرعت کمتره و نکته بعدی فشار بیشتره تو اون نقطه. یعنی اگه دو تا اینجا مثلا یه فشار سنج بذارن، خب یه فشار سنج بذارن، چون آی آ بیشتره فشار نقطه آ هم بیشتر خواهد بود. پس یاد بمونه مساحت با فشار با هم داداشن، با هم زیاد میشن، با هم کم میشن، اما با وی خواهره برعکس هم دیگه. اوکی این از این لجبازن کمتر میشه. اوکی پس این یاد بمونه، این یادت بمونه چه اتفاق قرار بیفته. بعد حالا نکته بچه، نکته مهم، آهنگ شارش ورودی با آهنگ شارش خروجی باید با هم برابر باشن. یعنی چی؟ یعنی آقا مقدار حجمی که در زمان داره وارد میشه با مقدار حجمی که در زمان داره خارج میشه با هم برابرن. خب نکته چی اومده گفته آهنگ شارژ سیال در مقطع چند بر آهنگ شارژ در مقطع فکر کنم خروجی منظورش بوده. خب این از این نکته مهم بچه‌ها، نکته مهم.
پس یاد باشه آهنگ شارش ورودی با آهنگ شارش خروجی باید با هم برابر باشن. خب این تمام تیپ سوالایی که ممکنه این قسمت یاد دادم. خب بچه‌ها مگه نگفت آهنگ شارش چند برابر آهنگ شارش دیگه است؟ خب با هم برابرن دیگه، نسبتشون با هم برابره. همین سوال کنکور بوده. خب 401 402 بوده. تیپ سوال بعدی بچه که ممکنه بیاد از این قسمت همینا دیگه. خب حالا رو کتابم میریم صحبت میکنیم. سوال بعدی که بچه ممکنه بیاد اینجاست. این تیپ سوالا چه جوریه؟ دقت کن. برای حل این تیپ سوالا باز دنبال نقاط همفشار بگرد. نقاط همفشار نگاه اینجا داخلش گازیه. خب اینجا گازه. من میام چیکار میکنم؟ نقاط همفشار میزنم. یک مایه است دیگه. نگاه اون مایه با هم برابرن. خب این نقاط آ و بی باید با هم برابر باشن. یعنی با خودم میگم پی آ مساوی پی بی. اوکی خیلی خوب. الان بالا سر آ مگه گاز ندارم؟ خیلی خوب میگم پی گاز دیگه بالا سر آ. بالا سر بی چیه؟ بالا سر بی بچه‌ها میشه تا 100 بیرون دیگه، یعنی میشه رو جی اچ بذار پی صفر بالا سر بیه دیگه. درست شد؟ گویا در شکل زیر فشار گاز محبوس در لوله چند سانتی متر جیوه است. باید تبدیل به سانتی جیوه هم انجام بدم. اوکی. خب حالا اول از همه بچه‌ها ما مایه داریم دیگه. این یک مایه خاص سانتی متر دارم. فشار پیمانی از من خواسته. دوباره چی اومده گفته؟ فشار پیمانی. پس فشار هوا لازم ندارمش، اینو صفر میذارم. فقط لازم روجیش رو دست بیارم. حالا روجیش تبدیلش کنم به چی؟ به مقدار جیوه. اوکی این از این. خب حالا خب بچه‌ها برای حلش گفتم چیکار کن؟ پی گاز ما میخوایم دیگه، قبوله؟ خیلی خب پی گاز رو ندارم. خب حالا اینجا دقت کن. چیه بچه‌ها؟ 1.7 گرم بر سانتی متر مکعب. تبدیلش کن دیگه. زد 1000 کن میشه 1700 تا. چرا؟ چون جی دهه. چون جی لامصب متر در ثانیه است. خیلی خوب. ضرب در 10 ضرب در اچ. اچ چقدر بچه؟ 40 سانتی متر. نکن تا سطح آزاد حساب می‌کنیم. خب شده 40 تقسیم بر 100 تبدیل متر بر سانتی متر. اوکی این از این. خب حالا بچه‌ها صفرها کدوم صفر با هم خط میخوره؟ این با این خط میخوره. پس پی گاز من بر حسب پاسکال میشه 1700 ضرب در 4. این داشته باشه. این بر حسب پاسکاله. اوکی. از من چی میخواد؟ سانتی متر جیوه. نکن یه قلق خیلی خوشگل میخوام بهت یاد بدم. خب قشنگ دقت کن میخوام چیکار کنم. به قلق خوشگل اینجاست. تو میدونی که آقا 10 به توان مثبت 5 پاسکال معادل 76 سانتی متر جیوه است. اوکی. حالا چقدر پاسکال داری؟ 1700 ضرب در 4. اوکی. چقدر سانتی متر جیوه است؟ یا از این نسبت گیری حسابش کن. خب این پاسکال دیگه. خب یا از این راه برو. میتونی این راه هم بری. خیلی خوب. الان پی جیوه مگه نیست رو جی اچ؟ قبوله؟ رو جی اچ. خب پی پاسکال چقدر شده؟ این پی اون گاز. پی گاز چقدره؟ 1700 ضرب در 4. اوکی. من کافی جایگذاری کنم. رو جیوه مگه نگفته 13.6 تا میگه 13600 ضرب در جی ضرب در اچ مساوی چی؟ 1700 ضرب در 4. اوکی. خب جی هم که 10 دیگه. یعنی اضافهش کنیم بذاریم 10. خب آقا گزینه ها با هم فرق میکنه. پس صفر از در نظر نمیگیرم. آقا اچ من چی میشه بچه‌ها؟ یه 17 تا 4 تا دارم. یه 136. 136 من نگفتم 8 تا 17 تاست. تموم شد رفت. آقا 17 تا با هم خط میخوره. 4 به 8 یه دوم. یه دوم میشه نیم. نیم آیا دارم تو گزینه؟ بله. 5 دارم دیگه نه؟
این حل سوالش. اوکی، این از این. حالا یه سری نکته که باید بلد باشی. بیایم اینجا بچا نکته و تست. اینجا یک جدا کردم از این قسمت قسمتی که ممکنه بیاد. اوکی، خب نکن یه نکته بچا مهم، بذارید اینو کوچیک‌ترش کنیم. خب حالا بچا تبدیل سانتیمتر پاسکال به سانتی جیوه این مهمه. فرض کن مثلا شما 5 متر آب داری، 5 متر آب، روی آب چند هزار، خب کیلوگرم بر متر مکعب. اگه همین میخوای تبدیل کنی به چی؟ سانتی متر جیوه، یعنی با خود بگی خیلی خوب تو همین ظرف چقدر اینجا من جیوه بریزم که معادل 5 متر آب انجام بده. روی جیوه چقدره؟ 13600 دیگه، درسته؟ جیوه. خب با خودم میام چیکار میکنم؟ نکن فشار اینا باید با هم برابر باشه دیگه، نه همون نقاط هم فشار. یعنی با خودم میام خیلی خوب 5 متر آب معادل چقدر جیوه از 13600. یعنی تو هم دیگه ضرب کنم کم کنم مقدار به دست میاد که اگه ما تو ماشینات بزنیم حالا مثال دیگه بزنیم چقدر میشه 13600 تقسیم بر 5000 میشه 2.72 متر. 2.72 متر. یا میتونم بگم چی؟ آره دیگه 5000. ببخشید اشتباه شد. 5000 هم تقسیم 13600 که میشه 36 صدم. 36 اون رو تقسیم به دیگه کنیم میشه 0.36 متر یا بگم 36 سانتی متر جیوه. نکتهش اینه که آقا بچه نکتهش اینه که دقت کن اینجا مهمه، یعنی 5 متر آب معادل 36 سانتی متر جیوه هستش. یعنی اگه من بیام به جای 5 متر آب 36 سانتی متر جیوه بزنم کار همون آبو میکنم، معادل هم دیگه. چرا اینقدر کم شد برای جیوه؟ چون روی جیوه خیلی زیاده، 13600. اوکی، این از این. الان جلوتر میرسیم. یه آزمایش هم هستش توی کتاب دهمتون فصل اول دوم گفته. نکته بعدی که باید بدونیم اینه که بچه‌ها توی نقاط اسمش نقاط نیروی فشار شاره بود دیگه. خب حالا اینه بچه‌ها نکته‌ای که هستش، فرض کنید یه مایع داریم، درسان شاید بهتون میگم یک مایع ما داریم. خب توی مایع یا جسمت داره غرق میشه میاد داخل، یا جسمت داره مثلا بالا حرکت میکنه، جهت حرکت این سبز است، یا اصلا حرکت نمیکنه، یا شناوره. خب چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ زمانی که جسم داخل مایع میفته از طرف مایع یک نیروی مقاومتی بهش وارد میشه، میگه برو بالا نمیخوامت. خب بهش میگن آقا FB. یعنی نکن بچه‌ها FB همیشه به سمت بالا هستش و میگه آ نمیخوامت برو بالا. اوکی، این از این. حالا وزن چی بچه‌ها؟ وزن جسم همیشه مثلا پایین دیگه. وزن جسم این میشه وزن mg، وزن mg، اینجا هم وزن mg. اوکی خیلی خوب. حالا یه زمان هست بچه‌ها وزن جسم بیشتر از وزن FBه. خب نیروی فشار شاره است، نیروی مقاومت شاره اینجوری میگه. خب آقا نکن اینجا وزن
بیشتر از اف بیه، پس جسم غرق می شود. یه زمان نه، وزن من کمتر از اف بیه، مثل آکاسیت. تو آکاسیت داخل آب میذاری میاد رو آب میسته. چرا؟ چون اف بی بیشتره. یه برو بالا نمیخوامه. خب اینجا چی؟ جهت حرکت بزنم بالا، جهت حرکت جسم رو به بالا است. اینجا چی بچه ها؟ اینجا قوطه وره، قوطه ور بشه قطه مخوره. اوکی، مشهده بهش میگن. اف بی با ام جی با هم برابره. اوکی، اف بی ام جی با هم برابر. یه زمان نه نکن اینجا تو شناور چی؟ اونجا هم اف بی و ام جی با هم برابرن. حالا چه فرقی میکنه توی قوطه ور و شناور؟ اینجا مهمه. نکن بچه تو وقتی یه سنگو داخل آب میندازی قبول داری چگالیش بیشتره، یعنی وزنش بیشتره بس میاد پایین. پس ما میتونیم اینجوری بگم آقا چگالی جسم بیشتر از چگالی مایع است، برای هم میاد پایین. اما تو قسمت زمانی که داره میاد بالا، چگالی اون آکاسی پایین‌تره دیگه، نه برای هم میاد بالا. یعنی اینجوری میخوام بگم روی جسم اینجا بچه‌ها کمتر از روی مایع هستش. اما تو قوطه ور روی جسم و روی مایع با هم برابرن. برای دیگه آقا جسم حرکت نمیکنه، تو هم مایع هستش میمونه. اما تو شناور نکن وقتی آکاسی داخل آب میذاری وقتی داره میره سمت بالا بالاخره میشه شناور دیگه، نه؟ یعنی آقا پس این حالت با این حالت با هم برابره. یعنی تو این حالت هم روی مایع بیشتر از روی جسمه که آوردش بالا. این هم نکته بعدی که باید بلد باشی در مورد شناوری ها. و نکته بعدی هم بچه برای اینجا فرض کن مایع از این سطح و این سطح وارد میشه و از این سطح خارج میشه. خب نکته مهم اینه که آقا باید بدونی که آقا مثلا فرض کن این سطح 1، این سطح 2، این سطح 3 داره خارج میشه. نکته‌ای که باید بدونیم اینه که بچه‌ها A1 نکن، یادت گفتم ورودی ها با خروج آهنگ شارژ باید با هم برابر باشه. یعنی A1 V1 با A1 V2 مساوی چی؟ A3 V3. یعنی تمام ورودی ها با تمام خروجی ها باید با هم دیگه یکی باشن. اوکی، این از این. خیلی خوب، این تا اینجا که نکات بهت گفتم دیگه چیز خاصی نمونده از کلا فصل دوم. بریم روی خود کتاب درسی. چه نکاتی مهمه کتاب درسی هستش که بلد باشی. تو کتاب درسی چیزایی که کنکوری به دردم میخوره. خب اول اصلا قسمت اول رو بخونی، حتما توضیحات داره. خود مثلا جامد، مایع، گاز، پلاسما اینا چی هستن، بعد نیروی شناوری، بعدش اینا من برات همه هایلایت کردم. نکات مهم بهت گفتم. خب دیگه توضیح نمیدم دیگه چون خوندنیه. خب چیز خاصی نداره. بعد کامل برات تمامه نکاتشو به جامد و مایع گاز بعد تو دسته‌بندی کردم. اون توی پنلت میذارم استفاده کنی. قسمت مهمتر محاسباتش بود که بهت گفتم، مثلا نیروی بین مولکولی ها، مثلا همچسبی، دگرچسبی ها، اینا حتما گذاشتم. نکات مهمش حتما بهت گفتم. بعدا کتاب درس بعد زیر رو کردم برات بچه‌ها. خب مثلا پرسش 2 3 چرا مثلا این اتفاق میفته، همینا رو فقط بخونی درد یه رو بیشتر شاید وقت نگیره. خب بعدش میرسیم به چی؟ نیروی فشار شعاعی که توضیح دادیم. حالا چی قسمت مهم ممکنه کنکور خیز باشه؟ این بچه با هم کار کردیم، یادت اختلاف فشارشو نقاط همفشار که بلدی، نقاطی که روبرو هم دیگه هستن با هم برابرن. بعد این هم که با هم حلش کردیم الان. بعدش این شبیهش الان حل کردیم، یادت بعد گفتم ممکنه بیاد این تغییراتشو. بعد نکته مهم، هر چقدر من ارتفاعم زیاد میشه از سطح زمین، نکته هم فشار هوا کم میشه هم چگالی. نکن شما گفته چگالی و فشار هوا تقریبا صفر میشه در جو زمین و بیرون. واسه چه نکته بیرون جو زمین اینجا میخوام بگم، یعنی اینجا
تو جو زمین فشار هوا صفر است، چگالی هوا هم صفره، یعنی این دوتا صفره. حواس باشه. ممکنه سوال بیاد به تو بگی آقا اختلاف مثلا تو جو از سطح زمین تا جو زمین اختلاف فشارش مثلا چقدر باشه مثلا. خب یه سوال تو نهایی اومده باشه به نهایی ها و ممکن احتمالاً بیاد. خب یعنی به تو بگه مثلا اختلاف فشار از سطح زمین تا فشار مثلا اینجوری بیاد به تو بگه فرض کن مثلا فشار اینجا مثلا شده مثلا 100 کیلو پاسکال. خب این اچ چقدر باشه که فشار تو جو زمین مثلا حالا اینجا نگه فشار جو صفر، به تو بگه فشار تو جو چقدره، مثلا ارتفاع چقدر باشه. اینجا باید بدونم صفر باشه، بعد این ارتفاع رو حسابش کنم. من تو رابطه میگم دلتا پی برابر است با رو جی دلتا اچ. قبوله؟ این دلتا اچ میشه همین ارتفاع من. این از این. بعدش دیگه در مورد آزمایش فشار سنگ یا توریچلی با هم صحبت کردیم. گفتم که چرا توریچلی اومد از چگالی جیوه استفاده کرد، چون تغییرات چگالی جیوه تغییر ارتفاعش خیلی کمتره نسبت به آب. خب آب چرا؟ چون رشد کمه دیگه، پس اچش باید خیلی زیاد میشه. بعد دیگه خب دیگه چه نکاتی ممکن بیاد؟ بچه‌ها ممکن تو فناوری کاربرد فشارزدن بردان توضیح بیاد، مثلا به تو بگی این شکل بده، میگی این چیست مثلا. خب و بشه دردم میخوره. فشارزدن بردانی که فشار پیمانه حساب میکنه، فشار بیرون و داخل حساب میکنه. حواس به این باشه. بعدش دیگه چیز خاصی ما نداریم تا در مورد اصل ارشمیدس و اینم صحبت کردیم. پایستگی صحبت کردیم. الان آهنگ شارش ممکنه این شکلی بیاد، نکن تغییر فشار اینجا سطح بیشتره فشار زیاده، سطح کمتر فشار کم شده، اما تندی آب نکن. بعد بچه من به نظرم این میاد احتمال زیاد. ماده پیوستگی صحبت کردیم. این مثال خوب کار کن برای امسالت. و همچنین این مثال مهمه. من میگم احتمال داره بیاد، خیلی وقت نیومده. چرا نکن بچه مثال های کتاب سال کنکور شدن تازگی ها. این از این. خوندنش کاری نداره، این فقط باید بدونی به چه صورت بوده. و همچنین سوال مهم باید هایلایت کردم. کدوم مهمتره؟ مثلا کاش این سوال کنکور بوده. خب این هم زودپزی کردم حلش کردم برات بچه‌ها. خب بعد این شب اینو الان حل کردیم. بعدش این سوال کنکور بوده، شب اینو حل کردم برات. این سوال کنکور بوده. 14 و 15 سوال کنکور بودن. خب فقط بچه‌ها تو سوال 15 نقاط هم فشار اینجاست، آ و بی. اینجا فشار گازه، اینجا فشار هواست. من میام اینجا به اینجا میرسم، باز میرسم بالا. اینجا میام پایین، باز میرم بالا. نه چی پی آ و پی با هم برابره. روجهش بذار پی چون منم پایین، اونور چی روجه باز بذار پی صفر، یعنی با این ور با هم برابر گرفتم. این از این. این ممکنه امسال داشته باشیش و همین دیگه. این هم یه جمع‌بندی کلی از فصل فشار و قسمتی که مهمتر بود. اینو تو پنلتون میذارم براتون، دانلودش کن، ببین، استفاده کن، برو حالشو بر. بریم فصل سوم. موفق باشین.